سال 85 استقلال راه آهن نگرفتن 2 تا پنالتی برای راه آهن. عرض کنم خدمتتون که همه رو یادشونه. من سخت یادم میومد. یه اتفاقی اون بازی یه اتفاق خاص دیگه هم داشت. راهن یه گل زد، مهاجم راهن بلند شد، چون گفتین واقعیت ها رو بگو و مردم دارن نگاه میکنن. مهاجم راهن بلند شد، اگر اشتباه نکنم مدافع استقلال رو زد، دروازه‌بان استقلال طالبلو هم زد، توپ رو کرد تو دروازه. محمود فکری دنبال من که چرا خطا بود یا نبود، گفتم آره خطا بود، تماشاگرها فوش دادن، اومدم خط سانتر. آها، چون تماشاگرهای استقلال فوش دادن شما یه چیزی حدود 40 دقیقه فحاشی می‌کردن. چون فوش دادن گل اعلام کرد. گل اعلام کرد. ولی جا داره باز هم عذرخواهی بکنم از اکبر میساقیان که یه مربی دلسوزیه. تو اون بازی آره من فکر می‌کنم 2 تا پنالتی نگرفتم و عذرخواهی می‌کنم از اکبر میساقیان و برای بچه‌های خوب و باحال اون زمان راه آهن.